بسیار خوب دوستای دمایی که ما و آقای ساوش کسی دیگر مداخلت نمی کنه. نه اینجا سلکو بس بین شما دو نفر است و این بزرگوارا در برنامه هستن، در بس شما مداخله کس نمی کنه. بفرمایید. بفرما دوستان سر عکس من لایک کرده برین که برنامه بند میشه. دوستان عکس من را لایک کنین. دوستای عزیز این نفر آمده میخوای در مورد رضا کبیر صحبت کنه. ما تحدیش قبول کردیم، چلنجش قبول کردیم. حالا دوستای عزیز من میخوایم که این نفر برای ما رضا کبیر لغوی اصطلاحی معنا کنه، حدیث برای ما بیارد، در کدام کتاب حدیث برای ما بخواند، حدیث برای ما بخواند. و دوستان متوجه باشین من اینجا نوشته میکنم سوالا را. سوالای بسیار ساده است. رضا کبیر لغوی چی معنا، اصطلاحی چی معنا، حکم رضا کبیر چی است؟ حکم رضا کبیر چی است؟ آیا عام است یا خاص است؟ آیا در یک حالت خاص اختصاص داده شده بود یا امر کلی است؟ آیا مسئله فقهی این جزئی است یا کلی است؟ اینی موارد برای ما جواب میده. باز بیادر نقد خود شروع میکنه. ما به اساس اینمی صحبت ها خواهشم است دوستای عزیز که آیا این شخصی که میاد رضا کبیر میشناسه یا نمیشناسه؟ برای ما دوستای عزیز خوب متوجه باشین. اگر وقت میخوای ما برش وقت میتم. سوال نوشته کنم رضا کبیر لغوی چی معنا، رضا کبیر اصطلاحی چی معنا، برای ما یک چی میاره؟ حدیث میاره. باز بر ما قول عالم میاره که اینمی موضوع یک موضوع خاص است یا یک موضوع عام است، این مسئله فقهی فرعی است یا عمومی است. اینمی مسائل دوستا بفهمن. ما بفهمم که نفر که بالای این موضوع رد میکنه آیا خودش میفهمه یا نمیفهمه. چرا دوستای عزیز؟ چون در بحث قبلی گفته بود بر ما یک کسی را بیاریم که حد اقل مصطلح الحدیث بلد باشه، به این معنا که این میخواست به مردم بفهمانه که مصطلح الحدیث یاد داره. چون موضوع علمی است، این موضوع علمی است، موضوع فقهی است، حالتهای خاص خود داره. رضا کبیر ساده ترین سوال است دوستای عزیز. دین لغوی چی معنا، اصطلاحی چی معنا، حکم فقهی از این عام است خاص است، یک حدیث بر ما بیاره که گفته باشه این عمومی است یا خاص است. اینمی احکام بر ما توضیح کنم. بفرما. باز سر اینمی صحبت ها باز نقد خود کنم، باز ما جواب میتم. بسیار زیاد تشکر. تایم کد آقای کاوش برای 4 دقیقه ایش آغاز بکنین. بس آغاز شده رسمی دوستا. خب ببینین شبهات باید من ایجاد میکردم و من ایراد میگرفتم. حالا شبه برای خودم ایجاد شد، من باید شبه ایجاد میکردم. از کتب خودشان، از کتب خود همین دوستان اهل سنت معنای رضا کبیر را به خوانش میگیرم. سند و کتاب سلکا دیگه در مایکش ندارای دیگه برادر. اگر قانون است اعتدال است در مایکت ندارم، در مایکش ندارای. ما مایک خودم میکنم برای ما کتاب بشنو باز گپ بزن. افغان دوی عزیز بفرما کاوش. رضا کبیر کتاب الاقناع فی حل الالفاظ از چه کسی؟ از حل الفاظ ابی شجاع از احمد ابن محمد دمیاطی در صفحه 329 در جلد 3 بیان کرده که رضا از نظر لغوی خوردن شیر از سینه زن هست، نه اینکه شیر را در ظرفی بریزید. به این رضا نمیگویند بلکه نوشیدن میگویند، نه رضا بلکه شرب. کتاب خودشان منابع را یادداشت کنند. یک کتاب دوم کتاب اعانة الطالبین از احمد ابن معذرت خواهی میکنم کتاب اعانة الطالبین احمد ابن محمد دمیاطی. اون کتاب الاقناع از محمد ابن احمد شربینی بود. من بسیار معذرت خواهی میکنم. کتاب اعانة الطالبین جلد 3 صفحه 329 چه گفته برای ما؟ همین مسئله را یادآور شده. رضا از نظر لغوی شیر خوردن از سینه زن هست. 2 منبع سوم کتاب فتح الوهاب از چه کسی؟ از ابو یحیی زکریا ابن محمد انصاری در جلد 2 صفحه 194 در جلد 2 صفحه 398 خود چون این تعریف کرده:
رضا کبیر را یا همان رضا کبیر را. حالا در کتاب عام المعبود که در شرح سنن ابی داود هست از اهل سنت، از ابی عبدالرحمن شرف الحق محمد اشرف صدیق عظیم آبادی گفته رضا کبیر چرا وجود باید داشته باشه. اول گفته که پیامبر ما وقتی حکم را جاری کرده طبق سوره احزاب آیه 36 هرگاه محمد و الله حکم را صادر کنند هیچ احدی و مرد و زنی نمیتواند حکم الله و محمد را زیر پا کند. این حکم مخصوص شخص پیامبر اسلام هست و برای مسلمین آمد. میگه مثلا مردی با خانواده رفت آمد میکند و این رفت آمد باعث نگاه کردن و نامحرم می شود. خب ببینید نگاه کردن به نامحرم هم حرام است و گناه است. برای این که هر دفعه گناه نکند یک دفعه از سینه زن فردی که در خانه از او می رود باید شیر بمکد. مرد مسلمان کتابش یک بار دیگر یاد میکنم عون المعبود از ابی عبدالرحمن شرف الحق محمد اشرف صدیقی عظیم آبادی جلد 6 صفحه 47. ابن تیمیه شیخ امینها بزرگترین شیخ اسلام برای اهل سنت امین ابن تیمیه هست. همچنان چی گفته؟ گفته که اگر احتیاج شد میتواند یک مرد بزرگ شیر بخورد و زنی برایش محرم شود مشکلی ندارد. چرا؟ چون این امر رسول الله هست. ما نمیتوانیم امر رسول الله را زیر پا کنیم. چند تا کتاب معرفی کردم؟ 5 تا کتاب. اگر ادامه بدم کتاب‌های بعدی را برایتان معرفی میکنم، اما ما میریم بالای روایات رضا کبیر. حالا من خواهشمند هستم از این آقای بزرگوار که منابع رضا کبیر را، منابع معتبر رضا کبیر را به زبان شیرین فارسی و یا پشتو از کتب معتبر اهل سنت به خوانش بگیرید. یک جان سپاس تشکر. تایم کود سحاق روشن شود. اسمی که پیش بینی کرده بودم، من از این سوال کردم دوستای عزیز، گفتم برای من رضای کبیر لغوی معنا کو. سوالای من دوستای عزیز این ریکارد شده، این ریکارد در تاریخ افغانستان باقی میمانه. گفتم رضای کبیر برای من معنا کو، اصطلاحی معنا کو. نیم ساعت بیادر گپ زد رضای کبیر لغوی چی معنا. من لغوی هم خواسته بودم، اصطلاحی هم خواسته بودم. قاسم منیب یکی از دانش آموز میفهمه که من که سوال میکنم اصطلاحی یعنی چی. در پی از این حکمت نخفته. بعد از او گفتم حکم رضای کبیر برای ما بیان کنه که عام است یا خاص است. بعد گفتم برای ما یک حدیث بیاره، یک حدیث برای ما بیاره و از اونمو حدیث چی کنه؟ خدا کنه. برای من میگه که فلانی عالم ای گپ زده، ابن تیمیه شیخشان ای گپ زده. من آیا سوال می بود که ابن تیمیه چی نظر داره؟ آیا نظر می بود که بستانکی چی داره؟ دوست عزیز تو اصلا نشد. من دوباره تکرار میکنم، برای من بگو رضای کبیر لغوی چی معنا، اصطلاحی چی معنا. انواع و اقسام رضای کبیر نام ببر. متوجه شدی؟ باز حکمش برای ما بگو این حکم فقهی عام است یا خاص است. باز حدیث بیار و انتقادت سر از او حدیث کو. متوجه باشین وقتی که من میگم انواع رضای کبیر مسئله بسیار حد است 30 ثانیه را در بر میگیره. وقتی که میگم حکم فقهی مسئله بسیار شاد است، کسی که از این موضوع خبر باشه میفهمه. وقتی که میگم لغوی چی معنا 30 ثانیه را در بر میگیره. وقتی که میگم یک حدیث بخوان، حدیث میخونه بر ما، به عربی خوانده نمیتونه، کل عمر به فارسی خود بخونه و اشکال خود وارد کنه که ما بر ازی جواب بدم. ما خب به درس دادن از این آمدیم، ما به جواب شبهات از این آمدیم. باید بر ما بگه که رضای کبیر اصطلاحی چی معنا، انواع رضای کبیر نام ببره، حکمش بگه که آیا این حکم فقهی عام است یا خاص است. حدیث بر ما بیاره، حدیث بر ما بخونه و سر از او حدیث اشکال خود وارد کنه. اینی تقاضای ما از این جناب است. این تقاضای ما را باید جواب بده. چیزی را که ما سوال کردیم برای ما جواب بده. ما آیا سوال می بود که ابن تیمیه چی نظر داره درباره رضای کبیر؟ نه خیر. آیا چی نظر داره؟ سوال میکنم اصطلاحی یعنی چی؟ جناب
ما برات فرصت میتیم رضای کبیر لغوی بر ما مانا کن، اصطلاحی بر ما مانا کن، انواع رضای کبیر بر ما نام ببر و حکمش بگو، عام است یا خاص است. فقط سی کلمه، عام خاص، بسیار ساده. حدیث بیار، سر حدیث اشکال وارد کو، مسعود سحاق اینجا نشسته که بیادر برای تو بگه که گپ از چی است و تو چی اشکالی داری. بفرما وقت از خودت برای ما بگوین، بر ما در مورد دیگه صحبت نکو، چیزی را که ما سوال کردیم برای ما بیان بساز، اشکال وارد کو، اشکال ما جواب میتم. مهربانی کاوش عزیز. سپاسگزاری میکنم. ببینید بزرگواران، وقتی ما برای بزرگوار و برای شما دوستان بیان کردم که حکم رضای کبیر یا همان رداء کبیر حکمی است که ابتدا در قرآن آمده بوده، حکم قرآن عام است یا خاص؟ بزرگواران، حدیث که من برای شما آماده کردم در سنن ابن ماجه باب 36 حدیث 1944. شما میدونید که سنن ابن ماجه محمد ابن ماجه از بزرگان اهل سنت و تعریف در آورده. متن روایت به زبان پارسی. عایشه میگوید، گوش کنید دوستان بزرگوار، حالا ببینید که حکمش چقدر مهم است. آیا حکم رضای کبیر کلی هست یا خاص برای یک زنی به نام سهله بوده؟ بعد من تمنا دارم که اینا بخونن اون روایات را بیارن. میگن عایشه میگوید آیه سنگسار و آیه رداء کبیر شیر دادن به بزرگسال زیر تخت من بود، ولی ولی زمانی که رسول الله وفات یافت و ما مشغول شدیم، یعنی که تدفین رسول الله را انجام میدادیم، بزی آمد و آن آیه را خورد. بز می آید آیه رضاء کبیر را، دادن پستان در دهن مرد مسلمان را چیکار میکنه؟ میخوره. سرنوشت مسلمانان را عوض میکنه یک بز. این کتاب هست. اینها توهین و تحقیر شخص من که نیست. آنا روایتی که من برای شما دوستان عزیز آوردم، بذارین که من تصحیحش نشان بدم. صفحه مرا بزرگ کنین نسلی بزرگوار، لطفا خواهش میکنم. صفحه مرا بزرگ کنین که من تصحیح روایت را که این روایت صحیح الاسناد می باشد برای دوستان مسلمان ما و برای آقایی که در مناظره با ما اشتراک داره. ببینید عزیزان، لقد نزلت آیت الرجم و رداءة الکبیر اجازه بدین. ببینید بزرگواران، لقد نزلت آیت الرجم و رداءة الکبیر عشره ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموتي دخلت داجن فأكلتها. بزرگواران، روایت راوی عایشه ام المؤمنین، محدث الالبانی شیخ آلبانی ناصر الدین، مصدر صحیح ابن ماجه کتابش هست، کتاب شیخ آلبانی صحیح ابن ماجه را نوشته. حکم محدث حسن. بزرگواران، حدیث حسن هست. متوجه شدیم؟ یک منبع بعدی روایت تصحیح شده از منابع اهل سنت. منبع دیگر همین روایت دوباره در خدمت شما، ام المؤمنین قالت فلان بهمان. ببینید چی گفت عزیزان. الراوی قاسم ابن محمد و فلان کس، محدث ابن حزم دوستان عزیز، محدث اهل سنت، مصدر کتاب المحلا، صفحه و رقم در اینجا برای شما دوستان در خدمتتان. خلاصه حکم محدث صحیح، دو تا منبع. رضاء کبیر در قرآن مسلمانان آمده بوده، باز آمده این آیت را قرد کرده و نوشجان کرده و مسلمانان این حکم را امروز حکم چی معرفی میکنن؟ حکم خاص معرفی میکنن. آیت قرآن برای سهله آمده بوده مگر؟ سنگسار در قرآن آمده بوده، رضاء کبیر در قرآن آمده بوده. دو تا منبع. این منابعی که تصحیح شده هستند بزرگواران. ببینین ابن حزم تصحیح کرده بود و شیخ آلبانی ناصر الدین تصحیح کرده بود. دو تا فرد را، دو تا محدث را که رجال شناس هستند، این روایت را تصحیح کرده بودند. همین روایت بز خطرناک آیت قرآن را خورد. حالا تقاضای ما چی است؟
این دو روایت را بیارن و جواب بدن که چرا باز آمده آیت رضا کبیر را خورده و شما مسلمان اهل سنت با عنوان آخر فقط 10 ثانیه و شما مسلمانان چرا سوال نشد، سوال را ما باید میپرسیدم. به هر صورت دور بعدی سواک وقت شما شروع. ما کم مهربان هستم با جناب. بفرمایید حرف من از وقتم اضافه صحبت نمی کنم. متن روایت بخونیم و دوستان خیره ما کتتی خوبی نه با ما مهربانی نکن، مهربان با خودت با ملتت باش. بفرما. خب دوستای عزیز دیدیم که حتی میترسید که سوالم کنه. دوستای عزیز برای ما برای این فرصت دوباره برش دادم، گفتم رضای کبیر برای ما اصطلاحی معنا کن، برای ما اصطلاحی معنا نکرد. دوستای عزیز متوجه باشین، گفتم انواع و اقسام رضای کبیر نام ببر، نام نبرد. گفتم برای ما حدیث وقتی که ما میاریم دوستای عزیز متوجه باشین، ما مصطلح الحدیث داریم که همیشه قلقله میکنه و خودش نمیفهمه که چی میگه. وقتی که حدیث آورده میشه، حدیث به اساس راوی قال فلانی قال بستانکی قال بستانکی، اصلا بر ما راویان نخوان. چرا بر ما راویان نخوان؟ اگر راویان میخواند آبرویش میرفت. بعد از او دوستای عزیز سوالی را که ما کردم برای ما جواب داده نشده. برای ما باید رضای کبیر اصطلاحی معنا کند. اصطلاحی چی معنا؟ اهل سنت والجماعه در دین دوستای عزیز متوجه باشین. آقای قاسم منیب خودش دانش آموز است. در دین برای ما اصطلاح هم معیار است، لغوی برای ما معیار نیست. به طور مثال میگیم حدیث برای ما تعریف کن، میگیم حدیث در لغت به معنای جدید و نو است و در اصطلاح عبارت است گفتار تقریرار آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. برای یک مسلمان معیار اصطلاحی می باشد، لغوی هرگز نمی باشد. هیچ کسی ثابت کرده نمیتونه که برای مسلمان یک موضوع لغوی معناست، بلکه اصطلاحاً بر چی معنا. این جناب از سوال فرار میکرد، برای ما حاضر نبود که این رضای کبیر اصطلاحی معنا کنه. چرا از سوال فرار کرد؟ بعد از او حدیث آورد. دوستای عزیز متوجه باشین، با اینمی حدیث آبروی خود از این میره بدون از اینکه راویانش بخوانه. متوجه باشین حدیث وقتی که تو میخوانی قال فلانی قال بستانکی، این شرط اول است. دوستای عزیز اول باید راویان خوانده شود که در راویان از یا کی وجود داره. بعد از او این جناب چی کرد؟ به حدیث حسن به در رجوع کرد. ما دوستای عزیز متوجه باشین حکمشه برای ما جواب نداد. گفت در قرآن آمده، تو بگو که خاص است یا عام است. ما در قرآن احکام خاص هم داریم، احکام عمومی هم داریم، مجمل هم داریم، محمل هم داریم، انواع و اقسامش است. تو سوال ما جواب ندادی که آیا این خاص است یا عام. این مسئله فقهی است. دوستای عزیز متوجه باشین، اینمی حدیث آبروی نفر میبره. ما باز میگم برای من رضای کبیر اصطلاحی معنا کنه. برای مسلمان ها معیار اصطلاحی است. احد من الناس در هیچ کتابی ثابت کرده نمیتونه که معنای لغوی یک لفظ برای مسلمان معیار است. برای ما معیار اصطلاحی است. باید برای ما تشریح کنه که رضای کبیر اصطلاحی چی معنا. انواعش برای ما بگوید که اینی رقم و اینی رقم. بعد از او حدیثی که برای ما آورد برای ما راویان از او را بخوانه. ما خوب باید محدث باشم، درست است، اما برای ما باید راویان در قال فلانی قال بستانکی. این حدیث برای ما یک اسکرین شات آورده از کلاب هاوس یا از هر جای دیگه از روافض. برای ما راویان را بخوان که در راویان از کی است. ما علم الرجال داریم، مصطلح الحدیث داریم، کتابا آماده شده، کل موارد آماده شده. دوستای عزیز رضای کبیر برای من اصطلاحی معنا کنه، انواع و اقسامش ببره، به زبان خود باید بگوید که رضای کبیر عام است یا خاص است. بعد از اینمی حدیث برای من راویایش بخونه، که در راویان نزدیکی است. ما علم رجال داریم، اینجا تضعیف داریم، تصحیح داریم، نظر علما را داریم.
تشکر. وقتتان تمام است. وقتتان تمام است. آبروی خود زیر میبرم. وقتتان تمام. یک دقیقه کامل خداحافظ کردم میتونم؟ بله بفرمایید. جناب آقای کاوش بفرمایید. مایکتان خاموش است. مایکتان خاموش است. ببینید بزرگ، من 2 تا منبع رجالی کتاب صحیح سنن ابن ماجه را آوردم. کتاب صحیح سنن ابن ماجه که در مورد سنن ابن ماجه چیکار کرده؟ روایاتش را و احادیثش را بزرگوار شیخ عزیز آلبانی چیکار کرده؟ باز کرده. صحیح بودن و ضعیف بودنشان را برای ملت ما معرفی کرده، برای ملت مسلمان. حالا ببینید عزیزان، وقتی من برایشان از سایت موسعة الحدیث میارم، این کتاب هست، من گفتم کتاب عزیزان، کتاب، من اسم کتاب را گرفتم، گفتم نمبرش این میگه از سایت آورده برای ما. آیا یک بار دیگر اگر من کمریم را دور بتم، واقعا دیگر به نظر من بی‌عدالتی هست و وقت من فقط در نصیحت میگذره. گفتم ابن حزم کتاب المحلا، عزیز من سایت هست کتاب المحلا. بعد میگم صحیح سنن ابن ماجه از شیخ ناصرالدین آلبانی، سایت هست شیخ ناصرالدین آلبانی. اینا که کتاب شما هستن. بعد میگه حدیث حسن را برای ما معیار میاره. دوستان، شیخ آلبانی حدیث را حسن گفته و شیخ بزرگوار دیگری که کتاب المحلا را نوشته چی گفته؟ صحیح گفته. حالا میگه شما باید چی کار کنید؟ شما باید اون کاری را که محدثای ما کردن، کتابهای اونا را زیر پایتان کنین، خودتان بیاین محدث شوید. معذرت هستم با همین آقا محدث هم شوم، راویان را پیدا کنه. حالا من 2 تا منبع آوردم، نستوی بزرگوار، و برای دوستان بیان کردم. 2 تا منبع آوردم که این روایت صحیح الاسناد میباشه. حالا چی کار میکنه؟ میگه بریم دنبال راویان. یعنی شیخ آلبانی یک انسان نادان بوده، امیدوار هستم به احترامی نشه. یعنی شیخ فلانی ما که محدث است، اینا رجال شناس بودن نستو جان، اینا تمامشان درایت الحدیث، روایت الحدیث، همان مسئله مصطلح الحدیث و علم رجال را در زندگی خود با خودشان داشتن. اینها با علم رجال بزرگ شدن. حالا این آقا آمده کتاب‌های اینا را چی میکنه؟ تضعیف میکنه. شیخ آلبانی را تضعیف میکنه. یا نویسنده کتاب المحلا ابن حزم اندلسی را تضعیف میکنه. این کار یعنی چی؟ اونا را تکفیر میکنن به زودی. ببینید روایت بعدی در باب رضاع کبیر، ما آمدیم اینجا به ملت روایات صحیح را بخوانم. مناظره با این آقا برای من مفهومی نداره، چون میبینم که در حال صحبت با من نیست، در حال دور کردن بحث است، در حال تکرار مکررات هست و مغالطه تکرار را داره مرتکب میشه. حالا من ملت را فقط میخواهم آگاه کنم از این مسئله. هیچ با این آقا هر حرفی که گفت من یادداشت میکنم، اما من احادیثی که مربوط به مسئله رضاع کبیر هست که باید این آقای دوست مسلمان ما میخوام، نه من به هموطنان ما میخوانم. دوستان عزیز، حدیث بعدی در باب رضاع کبیر برایتان به خوانش میگیرم. وقتم کم است متاسفانه، مجبور هستم در دور بعدی بخوانم. در کتاب صحیح مسلم باشه، حالا وقت کم است، در دور بعدی میخوانم چون 40 ثانیه دیگه مونده فکر کنم. مسئله آوردن راوی ها. خب 2 تا کتابی را که من نام گرفتم از همین آقا، من سوال نمی کنم، با تعقل دعوتش میکنم. یک بار برو در مورد شیخ ناصر آلبانی بخوانن، ناصرالدین آلبانی. حالا آقای منیب هر بار که شما میگین آقای منیب، این مغالطه به نام مغالطه چیات میشه؟ توسل به مرجعیت. ایشان را مرجع قرار میده که حرفای خودش را از طرف از اون چیکار کنه؟ به یک شکلی برای مردم معرفی کنه. مغالطه توسل به مرجعیت، کارتان مغالطه است در برنامه ها، کارتان تناقض‌گویی است در برنامه ها. حالا شیخ منیب عزیز یا استاد منیب عزیز که درست است برای مسلمانان شاید استاد باشه، تو چرا به طرف از او اسم از او را بار بار میگیری؟ کوشش کنی توسل به مرجعیت. وقتتان تمام است عزیز. بسیار عالی. من فکر میکنم که امی دری صحبت کردن من بسیار درست نیست که نمیفهمه که من چی میگم. این دفعه سوم صحبت کردن است
ما از اول برنامه دوستای عزیز متوجه باشین، این تا آخر برنامه حاضر نخواه بود. برای من میگه که تو فلانی رو تکفیر میکنی کتاباست. من سوال چی کرده بودم؟ خواهش ما چی بود؟ تقاضای ما چی بود؟ رضای کبیر اصطلاحی چرا تو تعریف نمیکنی؟ یاد نداری؟ انواع و اقسامش چرا نام میبری؟ یاد نداری؟ میخوای در رضای کبیر که کسی بس کنی تالی میخوای بر تو دست بده؟ خب ببر بگه رضای کبیر اینی انواعش است، ببر بگو اصطلاحی رضای کبیر اینی معنا را میده، بگو بیادر اینمی حدیث راویانش بیار قال فلانی قال فلانی قال فلانی. اگر کتاب کتت نیست ما برات کتاب روان میکنم، راویا را برای ما بخوان. ما علم رجال داریم، البانی نور چشم ماست، عالم ماست. ما حرف ما سر از اون نبود، ما گفته بودیم که البانی چی کده یا نکده. ما برای تو میگم که اینمی آیا راویان داره یا نداره، آیا قال فلانی داره یا نه، آیا در مورد راویان از یا شیخ البانی نظر داده یا نداده. تو چرا باید من خواهش از تو چی میکنم دوستای عزیز متوجه باشین و والله و بالله این هرگز حاضر نخواهد بود که موضوع را برای ما بگه. رضای کبیر اصطلاحی چی معنی برای ما تشریح کن. ما بیان کردم موقف ما از نگاه اصطلاحی را بیان کردم. رضای کبیر برای ما اصطلاحی معنا کن، برای ما انواعش نام ببر و بعد از او حدیث که میاری راویان داره. احمد کلبی مقصود البانی یکی از علمای رجال است، قبولشان دارم، دینمی موضوع جگرخون تا میکنم. برای من راویان نام ببر. راویان از یکی از جناب راویان می شرمی، از متن نمی شرمی. به اون شکلی که تو متن عربی را خواندی باور کو که تو در رسانه ها میری خود پژوهشگر معرفی میکنی دو کلمه عربی را درست صحبت کرده نمیتانی. با این آبرو عزت تبوردی جناب. تو میای خود نقاد میگیری به زبان شیرین پارسی به خاطر از اینکه تو دیگر لسان یاد نداری. تو عربی یک کلمه صحبت در مقابل ما کرده نمیتونی. اون متن خواندن عربی تو بود، اون متن خواندن عربی تو بود، کمر عربی رو تو شکستاندی با عربی که تو صحبت کردی. دوستای عزیز این تاخر اینمی کار میکنن. برای ما رضای کبیر اصطلاحی معنا کنن، انواع و اقسام بیادر برای ما بیان کنن. بعد از او گفت در قرآن آمده رضای کبیر. دوستای عزیز اینمی متن ای خودش بیان کرد که در قرآن آمده رضای کبیر. من قرآن برش باز میکنم برای ما بگه که در کدام صفحه، در کدام ورق، در کدام سوره، در کدام خط رضای کبیر در قرآن آمده. دوستای عزیز بس دیگه هیچ طرف دیگه نمیره. این دفعه سوم است. من از یک خواهش دارم، رضای کبیر اصطلاحی انواع و اقسامش حکمش خاص است یا عام است برای ما بگه بیادر. اینمی اشکال را برای ما بیادر چی کنن. متوجه شدیم؟ اینمی حدیث برای ما بخوانه بیادر. راویای ازی کی است؟ ما اینجا کتابا داریم، جرح و تعدیل داریم، علما داریم. همین نظر خود البانی را من میارم که البانی چی گفته، البانی چی گفته. دوستای عزیز این دفعه سوم است. من فقط یک خواهش دارم اینمی موضوعات برای ما بیان کنم. خلاص شد. ما موضوعی را که من میگم برای ما جواب بده. من چی کنم که بیادر در مورد دیگه چیزا صحبت میکنه؟ گپا بیخی در تکفیر برد، بیخی گپا در تکفیر برد و گفت در قرآن آمده رضای کبیر میگه حکمش چی است. باشه من این قرآن باز میکنم، اینمی قرآن در پیش روی از یام است، بگه که در کدام صفحه در کدام چی قرآن آمده. دوستای عزیز فوالله و بالله دوستای عزیز تا که اگر 20 ساعت هم این مناظره دوام پیدا کنه این حاضر نخواهد بود که موضوع را جواب کنه. گفت در قرآن رضای کبیر آمده، بر ما در قرآن آیت بیاره. در قرآن باید بر ما آیت بیاره که در کدام آیت قرآن رضای کبیر آمده. موضوع یک جان سپاس وقتتان تمام است. زغوارم که دو پختن یو لخاغل آصف خان زواک نمطرح کم یو هم لخاغل منیب صاحب. آصف خان زواک دستاسو پا اند و سنگه را روان دی. زه دلته خو مونږ د منځګړي په صفت زه دا وایم چې دلته ولس مطرح دی که نه چې خبر باندې پوه سي. نو د ښاغلي افغان داوه پوښتنه هم دا ده چې ته اصطلاحي معنا وکړه په دې هیله چې کاوش فریدینګر د دې اصطلاحي معنا هم وکړي او بیا چې هغه کوم نقد کوي د نقد بیرته به ځواب افغان داوه ورکړي. زما دا نظر دی. مننه. یا نړۍ مننه. قاری صاحب منیب شما بفرمایین دیدگاهتان رو بگین. بس به نظرتان چگونه پیش میره؟ نظر شما چی است تا فعلا؟ بحث بر اساس سوالی که میشه جواب مثبت به نظر نمیرسه. وقتی آنها میاد روایات میخوانند باید جانب مقابلی که جوابگو هست
حدیث را نقد کنه که حدیث بر مبنای این راوی حدیث ضعیف است یا صحیح است یا هم حسن است. بناهن حدیث البانی صحیح گفته. حدیث در موسوعه احادیث به نام حدیث صحیح آمده به روایت البانی به صحیح البانی در مجموع حکم به نام صحیح است. یک موضوع. دومین نکته ازی که از دیگه جهت حدیث ضعیف است باید جانب ضعفیت از او را که حدیث به روایتی که آمده و اون نفر مدلس است و یا هم اون نفر دیگه جانب ضعفیتش بر اساس چی هست و دیگه علمای حدیث کاملا این نکته ضعف بیان کرده ایستن، این را هم باید بیارن، این را هم در اینجا بیارن و تایی که همه موارد واضح کنن. تنها لفظ حدیث که میآید باید جانب دیگهش هم آورده شود. تشکر، سپاس. آقای میراج با ما وصل شدن. جناب آقای منیب و جناب آقای پلواک آقای اسیب خان زواک در برنامه ما با آقای منیب هستند. هر از گاهی بعد از چند سوال من نظر دیدگاه این بزرگوارا را میگیرم و آقای میراج هم یکی از مفکوره های جناب آقای کاوش هستند که با ما متوسل شدن. آقای کاوش، با در نظر داشت صحبت هایی که من از دو طرف به مثابه ناظرین این برنامه آقای اسیب خان زواک و آقای منیب پرسان کردم، اما مسئله رو میگن که تا به هنوز از آدرس شما مسئله رضای کبیر اصطلاحی بیان نشده. شما در این خصوص چی حرفی برای گفتن دارین؟ مهربانی وقتتان آغاز شد. بسیار عالی. وقتی من برای اینها کتاب را باز کردم و تعاریف فقهی رضای کبیر را از کتاب معتبر، از کتاب الاقناع، از کتاب اعانة الطالبین، از کتاب فتح الوهاب آوردم که رضای کبیر یعنی چی، این تعریف اصطلاحی نبود. چی بود؟ خب تعریف اصطلاحی همین است که من بیام چیکار کنم؟ رضای کبیر را برایشان معرفی کنم. من از کتابشان معرفی کردم و این میگم تعریف اصطلاحی. ببینید صفحه من را بزرگ کنید، نستوی بزرگوار. ببین بزرگواران، کتابی را که من برای شما آوردم اینجا دیگه سایت هم نیست، کتابشان است. ببینید دوستان بزرگوار، امین حدیثی را که من گفتم، امین حدیث لقد نزلت آیت الرجم و رضاء کبیر و رضاءة الکبیر 10 بار و لقد کان فی صحیفة تحت سریری. بزرگواران ببینید، اصلا شیخ آلبانی صحیح سنن ابن ماجه آوردم که حدیث صحیح است. بله، یک روایت. حالا حرفای آقای منیب را تایید کرد، حالا به حرفش پی نبرد متاسفانه، ایشان را دعوت کرد. کتاب دوم بزرگواران، کتاب المحلا بار 4 است، من نشان بار 3 است نشان میتم. صفحه و رقم کتاب اینجا آمده، خلاصه حکم محدث صحیح. بزرگواران، حالا کسی که این حدیث را ضعیف میدانه برای من منبع نشان بده، مثل که من منبع نشان میتم. آقای منیب، شما در این مورد چرا به ایشان تذکر نمیتین که لطفاً اگر تو این حدیث را ضعیف میدانی، خب بیار خلاصه حکم محدث را، ضعیف گفته باشه و علت ضعف حدیث را باید بگوید. ما وقتی حدیث را ضعیف میگیم علت ضعفش را بیان میکنیم نمیکنیم؟ میکنیم بزرگوار. خب از این بزرگوار خواهش کنیم که این کار را انجام بده دیگه. حالا میریم به تعریف اصطلاحیش. ببینید تعریف اصطلاحی رضای کبیر در صحیح مسلم آمده، بازم حدیث صحیح و منابع صحیح بودن حدیث را من برایشان نشان میدم. 3 نفر تاییدش کرده، 10 نفر هم میل داشته باشن برایشان معرفی میکنم. دوستان، باب شیر دادن به کودک بزرگسال، مقالطهشان را ببینید. کودک بزرگسال چی است اصلا؟ کتاب های اینها هست. ببینید روایت شماره 1453 کتاب صحیح مسلم، این هم کتابشان صحیح مسلم، از 2 تا کتابی که در صحاح 6 شان وجود داره. ببینید از عایشه روایت است که گفت سهله بنت سهیل نزد رسول خدا آمد و گفت یا رسول الله، من در روی ابو حذیفه چیزی را میابم و میبینم که نسبت به سالم که با وی هم پیمان بود به نوع بدگمان هست. رسول خدا فرمود او را شیر بده. سهله گفت، ببینیم بزرگواران، سهله زن است. سهله گفت چگونه او را شیر بدهم؟
در حالی که وی فرد بالغی است. حالا ما که عقل داریم، رسول خدا تبسم کرد و فرمود من میدانم که وی فرد بالغی هست. رسول الله به زن به نام سهله امر میکنه که پستانت را در دهن مرد بیگانه بتی که مادرش شوی و در خانه تو بیای سینه تو شیر بمکه. حالا این ها میگن حدیث ضعیف میباشد. این حدیث زیادتر از 10 بار تصحیح شده. حالا در مورد همین حدیث این خودش تعریف رضاع کبیر نیست. این خودش تعریف اصطلاحی رضاع کبیر نیست برای اینها. طریقش رسول الله یاد داده که نوک پستانت را در دهن مرد بالغ بتی. خب این کتاب ها که از خود اهل سنت است، این کتاب ها که مال شیعه نیست. این آقا میتونه صحیح مسلم را بیایه برای ما تضعیف کنه؟ چه کسی اجازه داره این روایت صحیح مسلم را وقت 10 نفر از محدثان رجال شناسان تصحیح کردن این آقا بیاد چی کنه؟ تضعیفش کنه. حالا اگر میگن حدیث ضعیف است منبع بیارن، ما وقتی میگم صحیح است منبع میارم برایشان. صحبت بیجا نکنین دیگه. اینم روایت، همین روایت را بگین باز کنن لطفا. وقتتان تمام است افغان. مثل همیشه دوستای عزیز، 2 نفر بزرگوار خان آقای قاسم مومنی بازی یک خواهش داشت. گفت برای ما اصطلاحی تعریف کو. نامای کتابا را میبره و برای ما حدیث میاره. در حدیث معنای اصطلاحی تعریف نشده. تو در کدام مقطع برای ما نشان دادی که نمی معنای اصطلاحی حدیث معنای اصطلاحی رضای کبیر است؟ بعد از موضوع او حدیث دیگر رفتی اوسو کردی، حدیث صحیح مسلم آوردی. جناب، یک حدیث در یک زمان مورد نقد و بررسی قرار میگیره، بعد از او میری به حدیث دیگر. او حدیث داجنه چی کردی؟ او را چی کردی؟ او را چرا بست از او را خلاص کردی؟ چون میفهمیدی که آبروی دو میره. چرا از یک حدیث خیز دادی به حدیث دیگر؟ چرا از حدیث اول فرار کردی؟ گفتی رضای کبیر در قرآن آمده، کتاب باز میکنم قرآن بگو که در کجای قرآن آمده. ثابت کرده میتونی؟ گفتم راویان برای ما بخوان، گفتم اصطلاحی معنا کو، انواع رضای کبیر برای ما معنا کو. آمدی فقط همی پستان خوشت می و دهن مرد بزرگسال خوشت می. جناب چی گفتی؟ چی گفتن دمیال خودت؟ آقای قاسم مومنی بس تو خواهش کرد اصطلاحی معنا کو، معنا کردی؟ نکردی. آقای حسیب زواک از پیشت خواهش کرد اصطلاحی معنا کردی؟ نکردی. از یک حدیث خیز زدی به حدیث دیگه. سر قرآن تهمت بستی گفتی رضای کبیر در قرآن آمده کو که قرآن برات باز میکنم، تو قرآن برای ما باز کو، برای ما نشان بده که در کدام سوره در کدام آیه. حدیث اول چرا فرار کردی؟ حدیث اول چی شد؟ چرا رفتی پیش صحیح مسلم؟ از یک حدیث چرا به طرف حدیث دیگه فرار کردی؟ ما خو گفتم اونمو حدیث اوله که آوردی آبروی خودت بردی. حالا دوستای عزیز من چی کنم؟ دوستای عزیز شما بگه این اقرار کنم که رضای کبیر اصطلاحیات نداره، گپ نیست. من تعریف میکنم انواع رضا را یاد نداره، من برش بیان میکنم، حکمش من برش بیان میکنم، آن بودن و خاص بودنش در کتاب برش ثابت میکنم. اونمو حدیثی که آورده اونجا علماء علم رجال داریم، قال احمد قال محمود، اینمی علم رجال است، راویه است. نظر علما را در مورد اونمو حدیث میبینیم. بعد از اون تهمتی که بالای قرآن بست که در قرآن رضای کبیر آمده، خب بیاین قرآن خود دست ماست بر ما نشان داده میتونی؟ چرا از یک حدیث فرار کردی به حدیث دیگه؟ چرا از یک حدیث به حدیث دیگه فرار کردی؟ چون اونمو حدیث کمرت در رضای کبیر مشکستان. اونمو یک حدیث کمرت مشکستان. دوستای عزیز والله بالله دفعه 4 است. برای ما تعریف نمیکنه که رضای کبیر. خوب آقای نستوی عزیز به این شکل بحث پیش نمیره. این دفعه 4 و 5 نوبت صحبت کردن است. دو دوست که اینجا نشستن 5000 6000 نفر کشتن. خب برای ما بگه که اصطلاحی یاد نداره. آیا انسان کم میایه که یک موضوع یاد نداشته باشه؟ با زبان خود اقرار کنه اصطلاحی نمیفهمه، انواع رضا را نمیفهمه، حکم آن بودن و خاص بودنش نمیفهمه. اونمو حدیث اوله که گفت که در قرآن آمده که بعد رضای کبیر آمده، این قرآن هم برازی باز میکنیم.
چرا از یک حدیث رفت فرار کرد؟ حال این دفعه که یه حدیث صحبت کنم بر ما بیادر حدیث دیگر هم میاره. چرا یک حدیث باید مورد نقد و بررسی قرار نگیره؟ وقتی که حسن میگیم در علم حدیث چی معنا، در مصطلح الحدیث چی معنا، در علم رجال چی معنا، وقتی که میگیم قال فلانی قال فلانی قال فلانی این چی معنا؟ چرا بیادر اونمو عالمی که اینمی حدیث حسن گفته چرا حسن گفته؟ در راویان از او کی وجود داره؟ اون نفرای مجهول خو نیست. اینجا کتابا کلش پر است، در کل کتابا پر است نوشته است که اون نفر کی است. چرا از یک بحث میرین در 20 موضوع دیگه؟ از شروع بحث ما بر از این میگم رضای کبیر بر ما اصطلاحی معنا کن، انواع رضا را بر ما بگو، حکم عام بودن و خاص بودنش بر ما بگو. چرا نمیگه؟ خب یاد نداره اقرار کنه که اقرار خود کنه که یاد نداره که ما بفهمم کسی که محمد رضای کبیر نقد میکنه خودش هم چیز را نمیفهمه. عربی یاد نداری ما میبخشیم تا هیچ گپ نیست. تو عرب نیستی که عین بر ما قلقله کنی، اما اقرار حقوق یادم نداری. از یک حدیث به حدیث دوم صدایتان نیست جناب نصاری عزیز را درود میگم. ببینید بزرگواران وقتتان تمام است. ساک عزیز زمان آقای آریا شروع است. اول از همه درود میگم به هست برنامه جناب نستوی گرامی، کاوش جان، منیب جان. آریا جان یک از آریا عزیز معذرت خواهی میکنم. آقای آریا در مناظره نیستن نستوی بزرگوار. ایشان صحبت میکنن، بله من حیث مناظره کسی که اشتراک کرده و میبینه، اما ایشان را وارد مناظره نکنین. شما یک وقت اضافه به این آقا نتین لطفا. نه در مناظره من نیست. ایشان در مناظره نیستن. من جواب دارم به این آقا. من 10 تا منبع آوردم، یک منبع اسمش را گرفته نمیتونه. حالا پس آقای آریا شما منتظر باشین. بفرمایید آقای کاوش. این کار عادلانه شما در برابر فردی که یک تا منبع نمیاره شما 2 نفر را میارین قرار میتین. این کارتون عادلانه. من پایان کنم. نه پایان نکنین آریا جان، نور چشم از بگذارین باشه، اما وارد مناظره کردن ایشان غیر عدالت نیست عزیز من. درست است. آقای آریا باید صحبت نکنین. نه حالا دوستان شما اجازه میتین، مدیر شما هستین، کاوش اجازه نمیته به آریای بزرگوار. حالا اگر شما اجازه برشون میتین بفرمایید، اجازه بدین ما بعداً تایم آقای آریا شما یک صحبتتان کوتاه بکنین که بعد بریم به سراغ صحبت‌های کاوش عزیز. درود میگم به تمام دوستانی که تماشا میکنن. امیدوار هستیم که دوستان از عقل و منطق خود استفاده کنن. به خاطر از این موضوع من هم نیومدم بالا برای از این که به اصطلاح بخوایم راجع به موضوع صحبت کنم. اصلا راجع به از این نیومدم، خواستم باشم در این بالا. و اگر همچنین که جناب استاد منیب اینجا هستن، دوست دیگرمون نامش حسیب جان هست اینجا هستن، اصلا من همینجا حضور داشته باشم و نظر بتونم. ببینید دوستان عزیز، من فقط نظرم این است، جناب استاد کاوش وقتی برای شما منابع میاره، دوستان کسانی که گوش میکنی لطفا درست گوش کنی، حداقل که به اون موضوعاتی که گفته میشه در کتب خودتان فقط توجه کنی، خلاص دیگه بقیش خودتان میدونی که یک کس آیا جوابگو هست یا نه تفره میره. خلاص من اگر باز هم چیز سوال داشتی در خدمتتون هستم، ولی من گفتم در نیومدیم دخالت کنم، کاملا بی تشکر در این موضوع. تشکر آقای آریا. شما را به صفت ناظرین که آقای منیب و جناب آقای حسیب خان زواک حضور دارن، شما را همچنان در ردیف ناظرین برنامه می داشته باشیم. آقای دوستای عزیز، یک خواهش دارم از شما، بالای عکس ما اگر کلیک کرده برین برنامه لایکش بیشتر شد، به خاطر از اینکه اسکرچ نکنه. لطفا دوستان لایک از 1 میلیون بالا ببرین. به دوستایی که تازه پیوستن، ما فعلا در سرحد 6000 بیننده میرسیم. به 6000 تنی که در برنامه با هر نوع اندیشه و تفکر قرار دارن، به تمامشون سلام و احترامات از طریق ما یک بار دیگر عرض میشه. تایم کد آقای کاوش روشن کنین نوتکس. ببینید بزرگواران، ما مغالطه داریم به نام مغالطه سوالهای مبهم، سوالی که پاسخ نداره و این سوال خودش اشتباه است. انواع و اقسام رضا کبیر یعنی چی؟ حالا شما بگردین تمام کتاب ها اینها را باز کنین. انواع و اقسام این که زن پستان خود را در دهن مرد بده یعنی چی؟ یعنی چی؟ این سوال یعنی چی که ما به این سوال پاسخ بدم؟ ما مغالطه به نام مغالطه تکرار داریم که طرف بار بار
هر حرفی که داره تکرار میکنه تا بتونه چیکار کنه؟ تا بتونه برای شنونده ای که متوجه نمیشه که طرف مغالطه میکنه بگه که ببینید من چقدر توانایی بالا دارم. من در اول که آمدم از کتابشان، از کتاب خودشان برایشان اصطلاحاً تعریف کردم و تاپیکی که در اینجا آمده شیر دادن به بزرگسال معنای لغوی رداع کبیر هست. نیاز ندارم من دیگر دنبال مسائل بیجا بگردم. وقتی ما میگیم رداع کبیر یعنی چی؟ یعنی دادن پستان، مکیدن پستان، مکیده شدن پستان توسط مرد بزرگسال در اسلام. این است معنایش و استعمالش هم از کتاب های فقهیشان برایشان آوردم. اسم اون کتاب ها اگر ما رازش بپرسم نمیدانه. شما میدونید که من اگر بپرسم همون 3 کتابی را که من نام گرفتم نام یکیش را بگیر برای من نمیده جواب. مطمئن هستم چون نام اون کتاب ها را بار اول است میشنون اینها. حالا ببینید دوستان عزیز، همین روایتی را که ما آوردم در باب مسئله رداع کبیرشان، حالا من تصحیحش را دوباره بیارم. از اول تا حال منابعی را که من معرفی کردم من حیث یک مخالف اسلام برای شما دوستان باید اینها را یادداشت کنید، برین بخوانید. دنبال کسایی که تکفیری هستن نگردین، منابع خودتان برین بخوانید. ببینید که چی کسی واقعا در جهالت بند مانده و چی کسی دنبال خرد و میشه گفت تفکر انسانی هست. نستوجان یک بار دیگر مرا بزرگ بسازین، امین تصویر مرا لطفاً خواهشمند هستم از شما عزیز دلم. فقط امروز منبع معرفی میکنم که اینها دیگر نیاین بعد نگوید. دوستان عزیز، این هم منابع بعدی. منبعی که در مورد همین حدیثی که خواندم سهله میایه پیش محمد میگه که چیکار کو؟ میگه سینه تا در دهن مرد بزرگ بده. دار قطنی در کتاب علل دار قطنی 3813 روایت خلاصه حکمش چی هست دوستان؟ صحیح عن عایشه، صحیح از عایشه آمده میگه این روایت. یک منبع. میریم به منابع بعدی. دوستان عزیز، مستدرک الصحیحین از حاکم نیشاپوری، امامشان، امام بزرگشان حاکم نیشاپوری محدث هست. راویش عایشه گفته، نگفته فلان و بهمان و این و آن. ببینید گفته راوی عایشه المحدث حاکم نیشاپوری. مصدرش هم مستدرک، کتابش هست مستدرک الصحیحین، صفحه و رقمش هم حدیث شماره 2729. خلاصه حکم محدث صحیح علی شرط البخاری. این بزرگواران صحیح به شرط بخاری، این حدیث باید در صحیح بخاری یعنی می بوده. ببینید گفته صحیح علی شرط البخاری. این بزرگواران اینها که پوزخند میکنن، ملت را پوزخند کردن. وقتی من میتونم یادداشت نمیکنه، وقتی من میتونم دهن خود را باز میکنه طرف چت میبینه. هیچ مال منابع را دادم در آخر 2 تا کتاب را ازش میپرسم اسم کتاب ها را برام بگیره. 2 تا منبع دوستان. منبع بعدی راویش هم اینجا دیگر کس گفته عروه ابن زبیر محدث ابن حبان، مصدر صحیح ابن حبان. حکم محدث اخرج فی صحیحه. دیگه بزرگواران منبع بعدی 3 تا منبع صحیح هست این روایت. ابن تیمیه در کتاب ابن تیمیه مجموع الفتاوی ابن تیمیه صحیح 4 تا منبع که این حدیث صحیح الاسناد هست. بزرگواران این هم کتاب آخریه که شیخ آلبانی. وقتتان تمام است، وقتتان تمام است. حالا نستو جان این روایات را بخونین سر ایشان فقط سوال میکنن، مغالطه تکرار. بخونین سرشان این روایت را بگو باز کنی یک بار. بله سواک عزیز شما منبع بکشین بزرگوار. شما منبع نداره از اول برنامه تالی یک کتاب اسمش را نگرفت. این چی طریقه بحث و گفتگو هست؟ ملت میخندن به ما. حالا وقتت خلاص شد. از شروع بحث سوالای ما چی بود دوستای عزیز؟ در اون بیچارم چی میگن؟ میگه چند مورزای کبیر است، این رقم است، او رقم است. جناب آلی تو فهمیدی؟ آلی فهمیدی که مغلط است؟ داول نفهمیدی؟ داول لاین بودی؟ فراموش کردی، حافظیت از دست دادی؟ آلی فهمیدی که مغلط است؟ این سوال نیست. یک سوال شرعی، یک حکم شرعی اصطلاحی بر ما تعریف کو. میگی تعریف کردیم. این تعریف تو را کی شنید؟ تعریف تو را کی شنید؟ این چه کس بیننده نشنید؟ چی میکنه؟ مغلطه مجموعی از چی؟ منابع. دوستای عزیز
اول حدیث ابن ماجه را آورد، گفتیم بیا که سر راویان از این صحبت کنیم. قال فلانی قال فلانی. گفت بیادر رضای کبیر در قرآن آمده، گفتم قرآن برای ما باز کده کدام صفحه در کدام چی. دفعه دیگر که صحبت آمد که باید بر ما اصطلاحی معنی کنه، بر ما اصطلاحی تعریف نکرد، انواع رضای کبیر بر ما بیان نکرد. بعد از میگم حکمش خاص است یا عام است بیان نکرد. بعد از اون دوستای عزیز این در نوبت خود چی کرده؟ برای من نامای کتابا را برده میره که اینی گفته صحیح، اینی گفته صحیح. جناب یکی شباش که بحث کنیم میریم سر. دوستای عزیز بجای ازی که علمو حدیثی که بیادر بز او چی را خورده، بجای ازی که او بحث کنیم چی کرد؟ ابن ماجه. باز از ابن ماجه رفت به مسلم، از مسلم خیزد به دار قطنی، بعد از اون مستدرک علی صحیحین، بعد از اون صحیح ابن حبان، بعد از اون مجموع الفتاوا. من چی کنم که تو بر من نام 20 عالم میبری، نام 20 کتاب بر من میاری، یک متن در یک وقت در یک زمان. نه که تو بر من نام 20 عالم میبری در 4 دقیقه، 20 کتاب بر من نامش میبری، لیکن چیزی را که من تقاضا دارم بر من پورا نمیکنی. تقاضای من چی بود؟ برابر اگر این بار ای بر من جواب نداد، باز من مجبور هستم که اعلام کنم که این نفر درباره چیزی که نقد میکنه خودش نمیفهمه، باز من خودم بیان میکنم. چرا؟ چون از اول تا بالا بر ما بیان نکرد که اصطلاحی چی معنا، انواعش بر ما نام نگرفت، حکمش بر ما بیان نکرد. من این سوالا را به خاطر ازی میکنم که ما اینجا کتابا را باز کردیم، تمام موضوعات ما اینجا آوردیم که حکم ازی چی است. بعد از او برای ما در قرآن ثابت بسازن. من قرآن برش میارم، خیر اگه پیش خودش نیست بگویه که در کدام آیت در کدام سوره این موضوع رضای کبیر آمده. دوستای عزیز گوش کنید، باز برای من 20 کتاب نام میبره بجای از اینکه سوال مرا جواب بده. متوجه شدین دوستای عزیز؟ بجای از اینکه سوال مرا جواب بده برای من نام کتابا را میبره. اصطلاحی یاد داری یا یاد نداری؟ آقا این است تو این بار از پیش پرسان کو که یاد داره یا یاد نداره. اگه یاد داره کتاب است برای ما بگه که اصطلاحاً چی معنا. حالی کتاب پیشت است، آیا نوشته کرده که اصطلاحاً چی معنا؟ خلاص شد، بیار برای ما، بیادر ما را شرمنده بساز. اگه پیشت است ما را شرمنده بساز. تو شرم و حیا نداری که دفعه پنجم من تو یک خواهش دارم که اصطلاحی تعریف کرده نمیری، برای من میاری نام کتابا را میبری. چی کنم نام کتابا که تو برای من تعریف نمیاری؟ حکم عام بودن و خاص بودنش چرا نمیگی؟ این حدیثی که در مسلم آوردی حکم از عام است یا خاص؟ چرا نمیگویی جناب؟ چرا بیان نمیکنی؟ ما بابار اگر این بار برای ما دوستای عزیز این دفعه ششم است، اگر دفعه دیگه برای ما جواب نداد در این بار که اصطلاحاً چی معنا، حکمش عام است یا خاص است، اگر برای ما در قرآن نآورد که در کدام سوره در کدام آیت رضای کبیر آمده، باز من مجبور خودم بیان کنم. چرا؟ چون این بیادر آمده میخوای سر یک موضوع انتقاد کنه که خودش نمیفهمه. تعریف اصطلاحی را یاد نگرفته آمده میخوای مناظره کنه. بلیاز خدا این چی رقم انسان است بیادر؟ تا بال برای ما تعریف اصطلاحی رضای کبیر نکده و سر رضای کبیر بیادر میخوای که انتقاد داشته باشه. ما چی کنیم دوستای عزیز؟ به اساس کدام اصول ما کتازی پیش برم که شما بیادر بفهمین که گپ است چی است؟ برابر آخر دوستای عزیز رضای کبیر برای ما اصطلاحی معنی کنه، حکمش بگه عام است یا خاص. کتابم برش میارم، حکمشم برش میارم. دینمی حدیث صحیح مسلم آبرویش میبرم، حکمش بیان کرده. دینمی حدیث صحیح وقتتان تمام است. تشکر. وقتتان تمام است. برنامه را با نظریات سه ناظر برنامه دنبال بکنیم. اول از قاری صاحب منیب، بعدن از اسیب خان زواک، بعدن از آقای آریا. جناب آقای منیب تا فعلا برنامه چطور دنبال میشه؟ برنامه ادله میخواهد در رد سوالاتی که آقای کاوش گذاشته و احادیث هایی که روایت آورده. احادیث ها از چند جنبه منبع اضافیت داره. آقای افغاندار شما سند ضعف احادیث هایی که به روایت عایشه آمده کاملا بر مبنای کتبی که در دسترس ما هست برو بیاریم پیش رویش. و شخصی که حدیث را روایت کرده و حدیث ضعیف است و سلسله حدیث تا عایشه رسیده و اینکه البانی صحیح گفته، در رد البانی دیگر علما کاملا حدیث را ضعفیتش و تدلیس حدیث را محدث را میاره که قاسم انصاری او یک مدلس است. بنابراین حدیث از اول باید تحلیل شود و روایتی که میایه حسن میشه، صحیح میشه یا ضعیف میشه او واضح شد. بنابراین در منهج اهل سنت حدیث ضعیف قابل اعتبار نیست. از این لحاظ آقای کاوش
خواهشانه شما ما طلبگار هستم که حدیث را سلسله سندش هم بیاریم. حدیث به روایت کی آمده، به کجا آمده، وصل شده. و بعد از این اگر حدیث حسن است، آقای افغاندار شما هم بیارین در روایت تدلیس حسن روایت بیارین تا اینکه واضح شود همان سند اساسی حدیث. و اینکه حدیث را ابن حزم اندلسی در المحلات صحیح دانسته، ناصرالدین البانی صحیح دانسته و یا دیگران صحیح دانسته، نمیشه که ما قول دو نفر که از اینجا ترجیح بدیم بر موضوعات دیگر. و سوی دیگر آقای کاوش شما باید تعریف رضا را اصطلاحاً هم یک تعریف کوچک داشته باشه. اصطلاحاً رضا یعنی اصطلاحاً چی معنا در شرع، اما لغوی تعریف کردیم که یعنی گذاشتن پستان زن در دهن یک طفل و شیر دادن، لیکن در شرع این اصطلاحاً تعریف کنیم. این یک نکته. و دوم در بعد از این گفتن که حکم در قرآن آمده و حکم همین ورقی که حدیثی که در او چی بوده، حکم رضای کبیر بوده و دیگر آیت رنگ رو بوس خورده، شما سند صحیح از او را هم از سلسله احادیث بیارین رو واضح بسازید. و در اختیارم تماما منبع احادیث صحیح است که شما کاملا از سنن از موقع درر سنیه آوردن حدیث را حکمش آوردن صحیح، اما اونجا آورده علی شرط البخاری. بخاری شرطش در اینجاست که آیا حدیث صحیح است یا ضعیف. شما برین در شرط بخاری در کتب امام بخاری رحمه الله در باب احادیث صحیحه و ضعیفه در اونجا باز هم جستجو کنین که حدیث صحیح است یا ضعیف. یک جان سپاس. خاغلی اسیب خان زواک دستاسو نظریه مونږ غواړو چې واخلو. ما نظري صاحب دلته چې کوم ریفرنسز او ماخذونه کاوش فري تینکر ورته وړاندې کړل، د هغې د رد دپاره باید افغان داوا خپله هم ځینې ریفرنسز ماخذونه دلته وړاندې کړي چې دا حدیث ولې ضعیف دي، ځکه هغه خو وایي چې دا صحیح حدیثونه دي او هلته ریفرنسز هم په دې ډول باندې دي او عام مسلمان په صفت دومره موږ پوهېږو چې صحیح حدیث قوي حدیث ته ویل کېږي. که چیرې تېره دی افغان داوا د هغې دپاره باید ته خپل ماخذ او ریفرنس وړاندې کړي چې تر څو پورې موږ پرې پوه مننه. ډیره مننه ښاغلی ساق صاحب. زما غوښتنه د ستاسو همدا دی چې کله چې ښاغلی فریدینکر کاوش یو ریفرنس راولي، تاسو هم یو ریفرنس راولئ چې دا داسې مشکلات لري، داسې ستونزې لري، د منلو وړ نه دي یا قوي نه دي یا صحیح نه دي، د دې په هکله تاسو هم ریفرنسونه راولئ، ډېر ښه کېږي. خاغل آریا، جناب آقای آریا شما بفرمایید تا فعلا نظریتون بیان کنین. بسیار عالی دوستان عزیز. از اول گفتگو که تقریبا 2 ساعت میشه بهانه‌های خیلی زیاد شنیدیم. دوستان عزیز یک سوال مطرح میشه، یک کس از اول در جواب باید بگه که چنین موضوعی در هست یا نیست. ما چنین چیزی را نشنیدیم. آیا مسلمین عزیز کسی که گفتگو میکنه قبول داره که چنین موضوعی اصلا هست یا نه در کتبشان؟ یعنی چنین موضوعی را قبول دارن یا ندارن؟ بعد از او جناب منیب به عنوان یک شخصی که مناظره‌گر هستی، شما جناب کاوش را گفتی که در قرآن گفته، جناب کاوش در حدیثی که خوان گفت در قرآن او 2 تا را زمان فوت پیغمبر بوس خوردن و اینها حفظش کردن و انجامش میدن. کدام آیات بود؟ آیات رجم بود و رضاء کبیر بود که شما خودتان در قرآن سنگسار را نداری اما انجامش میدی. برای چی انجامش میدی؟ این حدیث ها تمامش مربوط میشه به همون. و در آخر من چون میرم استاد من یک چیز دیگر هم اضافه میکنم. ببینید دوستان عزیز، علمای اسلام که صحیح میگن و ضعیف میگن یک حدیث را، من خواهش من از تمام مسلمانایی که در لایف هستن و گوش میکنن یک چیز هست. در خود اسلام علمای اسلام با هم مشکل دارن، یکی صحیح میگه یکی ضعیف. 2 موضوع دیگری که میگن ضعیف هست، اگر علمای اسلام به طور کلی یک حدیث را ضعیف میگن و او حدیث باعث مشکل در بین جماعت میشه، او حدیث را چرا علمای اسلام تا امروز جرأت نکردن که از کتب خود پس کنن که مورد مشکل نشه دیگه؟ ولی خب دوستان عزیز، در کتب خود به اصطلاح اسلامی وقتی یک سری موضوعات هست و صحیح گفته شده، در کتاب صحیح مسلم یکی از بزرگترین محدثای و کتابای احادیثی اهل تسنن هست. سنن ببینید تمام موضوعات از صحابه 6 هست. کتب صحیح
حالا یک دوستایی که حالا ببینی 1000 سال 1200 سال 800 سال میشه از احادیث تیر میشن، این احادیث موجود هست، ضعیف هم هست و گفته دوستان، اما کسی ورش نمیداره که باعث اختلاف در بین خود علمایشون هم شده. خب این منطقی و عقلانی نیست. پس خواهشاً دوست عزیزی که داره مناظره میکنه، ببینید شلش در اصطلاح همه چیز را توضیح دادن جناب استاد کاوش عزیز، همه چیز را خواندن که چطور هست اصلا رضای کبیر چی هست، چطور انجام باید شود، تمام اینها واضح شد. این دستور انجامش را داره، چند بار انجامش را، در کجا، چطور، به خاطر چی، تمام این موضوع شده. ولی اینها فقط اصطلاح است. آقا جان اول قبول داری چنین چیزی هست یا نه؟ بگو نه من قبول ندارم. وقتی بگی قبول ندارم موضوع حل است، تمام احادیث براتون خوانده میشه، بعدا راجع به این صحبت کنی. آقا جان امی اصطلاحش را شما بگو یا نگو، گفته برات، شما وقت متوجه نمیشی مشکل از شماست. دوستانی که در لایف هستی درست گوش کنید. ببینید تمام احادیث، تمام کتاب ها کتب مسلمین هستند. جناب کاوش نرفته از یک به اصطلاح دکتر خارجی یا از یک مؤسسه خارجی برای شما بیاره. دیگه وقتی در کتبتان هست چنین چیزی قبول کنید که هست، سرتون را بندازید پایان بگی هست، خلاص. دیگه چرا شلی ناق هستی من نمیدونم. قبول کنی، افتخار کنی به چیزی که در کتبتان هست. عزیزایید ما بارها آمدیم از کتب شما میگیم، از کتب کسی دیگه که نگفتیم، پس افتخار کنی و قبول کنی. من تشکری میکنم از شما جناب نصری عزیز. زنده باشین آقای میراج عزیز. دوستان یک چیزی من با اجازهتان میرم چون انوس نیست. بفرمایید آقای کاوش فریدینگر، اگر شما یکی از دوستا و هم نظریه هایتان به مثابه ناظر معرفی میکنین ما بالا میاریم، هیچ مشکل نیست. جناب باش اگر حالا خودشان میدونن چیز جان کاوشون یکی از دوستا رو بالا بیار که باشه همراهی. من فکر میکنم کافی هست، خودت کافی هستی، ولی یک دوست همینجا باشه به عنوان ناظر. تشکر. نیاز بود حتما. تشکر. مسئول اجازه است نوبت من هست، درست است؟ بله اگر یکی از دوستا رو میگین که من بالا بیارم به جای آقای آریا باعث ناظر که نزدیک به مفکوره شما باشه. من در نوبتی که صحبت میکردم اگر فردی آمد که خوب نیامد همین دوست کافی است برای ما نیستشان مسلمان هستن باشه، مشکلی وجود نداره. بسیار عالی. خاغلی اسیب خان زواک تاسو هغه ټول کنټرول د ستاسو په لاس کې دی. زه یو څو دقیقې لپاره ځم، تاسو د غوښتنه لرم چې پروګرام کنټرول وکړئ ورور. بفرمایید آقای کاوش. سپاس. من نیاز ندارم به فردی که باشه اینجا. آریا جان مطالعه رفت، برای من دوست مسلمانی که صحبت میکنم کافی هست. دوستان عزیز، برخورد در برنامه بسیار مهم است که ببینید وقتی این دوست مسلمان ما صحبت میکنن ما با جان عشق و علاقه می نشینم حرفایشان را گوش میکنم، اما وقتی یک فردی که مخالفت با اسلام داره صحبت میکنه این آقا 10 رقم قیافه خود را به ملت نشان میده. ببینید سبک بودن، کم وزن بودن و عدم داشتن یک برخورد خوب با انسانها را در اینجا مثال میزنه برایتان. حالا خوب نیست، من نمیخوایم مسئله حمله به شخص شود. ایشان مغالطه ای را نام گرفتن به نام مجموع منابع. دوستان مسلمان، یک مغالطه جدید به لیست مغالطات اضافه شد امروز. ما مغالطه به نام مغالطه مجموع منابع اگر داریم ایشان برن برای ما بیارن. مغالطه مجموع منابع یعنی چی؟ از خود مغالطه جور میکنن، تکیه‌گری میکنن. نداریم ما چون این مغالطه. آقای منیب، شما باید عادلانه صحبت کنید. من حرفتان را با جان و دل شنیدم. شما میدانید وقتی ما خلاصه حکم محدث را میاریم، منیب بزرگوار، ما نیاز نداریم بریم اون سلسله راویان را بیاریم. چرا؟ چون وقت برنامه مقید هست و در این وقتی که کم هست ما نمیتوانیم 10 نفر راوی را از کتب معتبر بیاریم در موردشان صحبت کنیم. خلاصه حکم محدث به همین خاطر می آید. در مناظره ها ما خلاصه، شما گفتین اصول مناظره خواندین منیب بزرگوار، نازنین برادر، در اصول مناظره وقتی شما در باب صحیح بودن یک روایت صحبت میکنین، آیا کتاب های رجال شناسی و این رجال شناسان محدثین وقتی فردی را برای شما حدیثی را برای شما حدیث صحیح معرفی میکنه ما باید دنبال سلسله راویان بریم؟ نمیریم دیگه جان برادر.
حالا امین آقا چرا به امین آقا شما پیشنهاد نمیکنین؟ من گفتم که آیت رضا کبیر و آیت را باز خورده در قرآن ما نداریمش. میگه قرآن پیشم هست بیار باز کو. من میگم نیست در قرآن. حدیث میگه که آیت در قرآن وجود نداره، باز سرنوشت اسلام را عوض میکنه. من در اول برنامه گفتم، میگه نخیر نیست چون این چیزی. حرف من نمیرسه به گوشش. چرا؟ چون وقتی من حرف میزنم دست بالا میکنه، پای بالا میکنه، دهن باز میکنه، پیش میره، پس میآیه، منظم نمیشینه که این موضوعات را مثل من قلم گرفتم یادداشت کنه. اینجا سبک بودن انسان هست. مسئله رسیدن حرف به گوش ملت هست، نه به گوش این آقا. اما موضوع اساسی، ببینید من رضا کبیر را گفتم. رضا کبیر مرد بزرگسال، یعنی بالغ، رضا دادن پستان، مکیدن پستان، مکیده شدن پستان، چوشیدن پستان. اصطلاحاً تعریفش چی هست؟ بسیار ساده. من از خودم از اولم تعریف کردم دیگه. اصطلاحاً برای اینکه مرد محرم زن شود، این مرد بزرگسال باید پستان، این زن بزرگسال باید پستان خودش را در دهن مرد بزرگسال بدهد تا این حکم فقهی که از جانب خدایشان برای مسلمانان آمده جاری و ساری گردد. حالا گفت که این حکم عام است یا خاص؟ من در اول برنامه گفتم حکم قرآنی که خاص نیست دیگه، بجز اون آیاتی که مال محمد است، اون آیاتی که مربوط محمد میشوند. این حکم قرآنی بوده، سنگسار حکم قرآنی داشته. امروز سنگسار میکنیم که رضا کبیر را چرا انجام نمیدین؟ چون غیرت داریم، چون غیرت انسانی اجازه تان نمیده این کار نکنین. ما مردم افغانستان در غیرت نام داریم در جهان. اون غیرت ما اجازه نمیده که پستان زن ما را در دهن مرد بیگانه بدیم. اما در اسلام که وجود داره، در اسلام که هست. ببینید من منابعی را که در برنامه آوردم عزیزان بزرگواران، این منابع بودن که حتی این آقا متوجه نشد که من تصحیح حدیث را آوردم، دار قطنی آوردم، فلان آوردم، بهمان آوردم. میگه چرا در احادیث دیگه میری؟ در حالی که همین حدیث بود، من فقط تصحیح این حدیث را آوردم. ببینید عزیزان، حتی نمیدونه که این کتاب‌های رجال شناسی هستند، توسط محدثین آمدن. من با این آقا چی گفتگو کنم؟ منیر بزرگوار، به عنوان آخرین حرف شما که متوجه میشین، حالا چرا واقعیت را بیان نمیکنین که ایشان نه علم رجال را میدانند، نه در مورد حدیث چیزی میدانند؟ من با اینها چی بگویم؟ این فیلم من چی بگویم؟ اوش فکر کنم وقت مو پوره دی. تشکر. ببخشید. تعریفی که شما اصطلاحاً از روما کردین کاملا تعریفتون اشتباه است آقای کاوش. بس قسم منیب لطفاً. دوستای عزیز، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. 1400 سال قبل بعد کامیابی مسلمین در قرآن ثابت شد، ثبت تاریخ جهان شد. این جناب دوستای عزیز بعد از 5 راوند کوشش کرد به زعم خودش که رضای کبیر اصطلاحی معنا کنه. دوستای عزیز، جایزه $1000. حالا شک شاید کنه که $1000 هم نداریم. $1000 را نقد اینجا بکسه که برات باز میکنم نشانت میتم. اگر در تمام عمرت ماستر تخیلی فیزیک، اگر در تمام عمرت که نفس میکشی و زنده هستی چونین تعریف اصطلاحی را اگر در یکی از کتب فرق نمیکنه که تو برامت کدام کتاب میاری، ما برات $1000 جایزه میدم. دوستای عزیز متوجه شدین؟ میگه پسته بیمغز چون دهان باز کند رسوا شود. بر اولین بار تعریف رضای کبیر اصطلاحی تعریف کرد و آبرو عزت خدا برد. ما برش $1000 جایزه میتم. دوستای عزیز $1000 برش جایزه میتم. امی تعریف بر ما در کتاب نشان بده، یا تعریف اشکمبی خود کشیده یا از کتاب. اگر در کتاب است بیار بر ما نشان بده. این تعریفی را که تو کردی بر ما در کتاب نشان بده. یا معذرت میخوایی بیا در دروغگو بودن ثابت میشه. اگر ثابت ساختی $1000 هم برات نشان میتم که ما که میگیم $1000. خغل افغان داوا گوری یو اصول دی دیبیت خو همدا دی. گوری
په حیث د یو ډیالوګ همدغه یو اصول داري چې یو خو لږ هغه مراعات کړي. هغه ګوره تر اوسه پورې خپل لاس هم نه دی پورته کړی او هیله مې دا ده ته د 2 بلین مسلمانانو په نمایندګي دلته غږېږي، لږ هغه اصول مراعات کړي، لږ خیر دغه کارونه مه کوئ. دا والله چې موږ د MMA کوم مسابقه نه ده چې ته دا وکړې. خبره دا ده چې اوس مستقیما راشي په موضوع باندې ته اصطلاحي تعریف وکړه چې دلته د 16,000 خلک دلته ناست دي او ستاسو خبرې اوري مهرباني. خب دوستای عزیز متوجه باشین دوستای عزیز، این برای ما تعریف اصطلاحی را که باید ثابت بسازه، ثابت برای ما بسازه که در کدام کتابی تعریف خوانده. یک موضوع دوم دوستای عزیز، من گفتم آیا این حکمش خاص است یا عام؟ در اول گفتم این نفر چی گفت؟ گفت این موضوع مشخص نیست. گفتم اینمی حدیث را که آوردی آبروی تا میبره، اینمی حدیث صحیح مسلم آبروی تو را میبره اگر داشته باشی. حالا ما دوستای عزیز اینمی حدیث میارم میبینیم. مثلا کنین چند بار از پیش سوال کردم که حکم از خاص است یا عام، برای ما جواب نداد. گفتم اصطلاحی تعریف را که کرد این ثبت تاریخ میشن، یا برای ما در کتاب ثابت میسازه چون این تعریف را برای ما ثابت میسازه، $1000 حمید قبرش میفرستم، یا معذرت میخواه دروغ میگه بگه که یاد نداشت به بیسوادی خود اقرار کنه. بعد از او برای ما گفت مسعود ساک یک مغلطه را از جان خود چی کرده که مجموعی چی اسناد، مثلا یک نفر 20 موضوع را مختلفه برات میاره میگه ایره مسعود سحاک این مغلطه را آورده. ما بازی مغلطه را براتان میارم، به انگلیسی هم میخوانمشه، به فارسی هم ترجمه میکنم، به روسی هم برازی ترجمه میکنم که تا ای بفهمه که مغلطه وجود داره و این مغلطه را انجام دادی. حالا دوستای عزیز به اولین حدیث صحیحی که ای آورد بیان میکنم. دوستای عزیز در صحیح مسلم حدیثی را که آورد خوب متوجه باشین یا اخوان، اینجا براتان نشان میتونم، اول صحبتهای خودم میکنم بعد از اون گپ براتان ثابت میسازم. حدیث سهله بنت سهیل آورد در مورد سالم. این حذیفه ابن یمان رضی الله عنه صاحب سر نبی در این مورد حدیث رضای کبیر در صحیح مسلم که آمده دوستای عزیز. وقتتان تمام است ساک عزیز، وقتتان تمام است. از ما چند دقیقه آقای چی حسیب گرفته بود، ما باید صحبتهای خود داشته باشم. یک کاوش عزیز 10 ثانیه میخوانیم، 10 ثانیه ایشان صحبت کردن حسیب بود، فرق نمیکنه. دوستان یو خبر یو دقیقه زه خپل دلته مدیراتور صاحبانو ته وایم چې کله چې ښاغلی اسیب خان ځواک خبرې کوي یا کله چې ښاغلی منیب خبرې کوي تاسو ټایم کود مه لګوئ، د دې لپاره چې دا ورونو زموږ ناظرین دي په خپرونه کې اصلي کسان چې بحث کوي ښاغلی ساک دی او ښاغلی کاوش، چې داسې بیا د یو ورور هغه ونه شي. 2 دقیقه وقت اضافه برش بدیم، حدیث را بخوانه. تر پای پورې ورته وخت ورکول کېږي، خبرې وکړي بیا کاوش نو اورو. مهرباني صاحب سکرین مرا کلان بسازین دوستای عزیز. یک دقیقه بفرمایید. سعی کنیم دوستای عزیز، من چند راوند از این پرسان کردم که حدیث امیر رضای کبیر حکمش عام است یا خاص است، برای من جواب دادن نتانست و گفتم که نمی حدیث را که آورده خودش بیابرو می. سعی کنین دوستای عزیز، حدیث کی را آورد؟ حدیث سهله بنت سهیل آورد، درست است؟ این هم صحیح مسلم، اما حدیث را که آورد امی حدیث آورد. سعی کنین، ما گفته بودم که نمی حدیث آبروی ای جناب میبره به شرط که داشته باشه. پرسان کرده بودم که رضای کبیر حدیث را که تا آوردی حکمش خاص است یا عام. سعی کنین دوستای عزیز دمی خود متن حدیث بخونید متنش را، من خواندم برایتان، بخونید متن عربی. ما اکتمید که دشوبید باش که آبرویت میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم لثالم خاف. این حکم دوستای عزیز حدیثی را که آورد از صحیح مسلم، حکمش چی بود؟ 4 راوند 5 راوند بر من جواب نداد. حکمش خاص بود برای سالم
پسر رضایی حذیفه ابن یمان صاحب سر نبی. حکمش چی بود؟ خاص بود. حالا دوستای عزیز، برای ما رضای کبیر چی کرد؟ اصطلاحی تعریف کرد. دوستای عزیز، هر کسی که یک ادعا میکنه باید سند داشته باشه. باید سند داشته باشه. ما گفتم حکمش خاص است، حدیث هم آوردم، دونم خود حدیث ما آوردم که حکمش خاص است. رضای کبیره که اصطلاحی تعریف کرده. حالا ای برای ما در مورد دیگه صحبت نکنه، وقت ضایع نکنه. برای ما یک کتاب بیاره، اینمی تعریفی را که انجام داده برای ما بیاره، $1000 هم برای جایزه میتیم، تشویقش میکنیم که یک قی فهمیده است که خود از این نمیفهمه که چی میگه. بعد از او مرا متهم به مغلطه کرد، در حالی که مغلطه را خودش انجام داد. 20 احادیث برای ما میاره در حالی که در مورد یکی صحبت نمیکنه. رضای کبیر حکمش چی است؟ خاص است. در کجا آمده؟ در صحیح مسلم آمده. آیا در صحیح مسلم در خود متن حدیث آمده که حکمش خاص است؟ بله، مثالش هم دادیم. اگه این میگه که حکمش عام است، در اون صحیح مسلم باز کنه برای ما بگه که در کجا عام است. اینجا واضح به زبان عربی فصیح که یک کلمه‌ش نمیفهمه نوشته کرده که حکم ازی خاص است. همون روایت را بخونین از اول تا آخر، یک قسمتش را نخونین لطفا. همون را باز کنن بخونن. من مثل بلبل برشان خواندم دیگه. باز کن همون روایت را دوباره. مثل بلبل تو چی را خواندی؟ همون روایت را باز کن بخون عزیز من یک بار. فارسیش را بخون، اصلا پشتویش را بخون، بخونش یک بار. دمایی که من صحبت نکنم. دوستان صفحه که روایت را بخونی، وقت تمام شده بود دیگه. دوستای عزیز، وقت که تمام شد نوبت دادم روایت بخونی، نه اینکه به من توهین کنی. صحبت کن. نه، حالا روایت را بیار بخون از اول تا آخر، یک قسمتش را نشان ندی به ملت. بیار همون روایت را لطفا. نستو جان بگین بیار همون روایت را. روایت بیارین بخونین بزرگوار. بیارین از اول تا آخر بخونین روایت را. استارت میشه برنامه. دوستان صفحهش را بزرگ کن، تمام روایت را در صفحه نشان بده، بخون از اول، یا ترجمه فارسی را بخون یا بخون ترجمه باشه. دوستای عزیز، روایت را بخون از اول، ترجمه ترانکیلو دوستای عزیز. انتقاد کننده ای است، درست است؟ سوال ما چی بود؟ آیا حکم خاص داره یا عام؟ حکم خاص داره. آیا در حدیث آمده که حکمش خاص است؟ بله آمده. در کدام حدیث آمده؟ شماره حدیث را بگوین. الو ما صحبت شماره روایت را بگوین لطفا. الو اونمو حدیثی است که تو آوردی جناب. نه، شماره روایت را شما بگوین. اون حدیثی است یعنی چی؟ دوستای عزیز، صحیح مسلم، درست است؟ شماره روایت چندم هست؟ الو تو در نوبت خودت بگو حدیث ساختگی از جنگ. ببینید دوستان، ما شماره روایت را میپرسم، لوگوزی میکنم. دوستای عزیز، آقای مدیر بزرگوار بگید شماره روایت را بخونن. در فرار از بس. خبره کوش افغان دا وګوري کغه تاسو سره مخامخ ډیالوګ تر درنکیږي درته وایي چې تی شمیره دي حدیث به مهرباني کوي او ان خو دې خبره نه ده. ولی د ما وخت کې راځي شمارهش را بگید. من ساکورور خواغل اسیب خان خو سم خبر که کوایی چی شماره ده اوه شماره اوه ورور. باشه سعی کنین دوستای عزیز. این حدیث خود جناب آورده، خودش دستگرین خود اینجا آورد یا نه آورد؟ بله آورد. حدیث سهله را آورد یا نه آورد؟ آیا شماره روایت عزیز برادر؟ الو یک دقیقه دوستای عزیز، آیا حدیث سهله بود؟ بله. آیا ما حدیث قدوس آوردیم؟ نه خیر. آیا اونمو چیز را که اینمی آورد، آیا ما اونمو حدیث آوردیم یا حدیث ما فرق داره؟ اگر حدیث ما فرق داره بیای ما را دروغگو ثابت کنه. اگر متن دوباره تکرار چی معنا؟ ما سر حکم رضای کبیر بیادر صحبت داریم. ما سر حکم رضای کبیر صحبت داریم، خاص است یا عام است؟ ما گفتم حکم رضای کبیر در صحیح مسلم خاص برای سالم است. این دوستای عزیز، حالا اگه فکر میکنه که ما کدام حدیث همون شماره روایت را بگو عزیز من که ما پیداش کنم. ما کتابتون را باز کردیم اینجا. یک دقیقه اگر ما کدام حدیث دیگری را آوردیم خود تو بیا ما را شرمنده بساز. شماره روایت را بگو که ما ببینم هست تو این حدیث یا خیر. یک دقیقه ادنستی بزرگوار شماره روایت را داخل بگذاریم ببینم دیگه. ما بعد از فرصت میتم
ما برات فرصت میتم. اگر دوستای عزیز ما کدام حدیث دیگر آوردیم حدیث سهله نیست، حدیث قدوس است، خوی باید ما را شرمنده این کتاب صحیح مسلم نیست، کتاب نیست این چیزی را که شما آوردین. جناب عزیز من ببین به این شکل نمیشه گفتگو کرد. جان برادر شماره روایت را بگو که من در صحیح مسلم باز کنمش. ما شماره روایت را بگویم که اونام در کتابشون باز کنن. گپ نیست امیرم برش باز میکنیم دوستای عزیز. باشه ما تا روایتی که با این مسئله سهله در ارتباط است همش پیشروی ما باز است. دوستای عزیز سعی کنید دوستای عزیز نمو حدیث را که ما چی کردیم شماره روایت الا دام داری گوش داری بشنو دیگه خو شماره روایت برات میاره. بفرما برادر بزرگوار بفرما. سعی کنیم دوستای نه برادر ما تو برادر نیستیم. باشه تو اجدادت میمون میپنداری، تو اجدادت میمون میپنداری و ما اجداد. باشه حالا مبحث خارج نشو شماره روایت را بگو. تو فارغ میشی. سعی کنین دوستای عزیز محدث مسلم المصدر صحیح مسلم الصفحه او رقم 54 راوی ام سلمه ام المؤمنین خلاصه حکم صحیح. آیا اینمی خاص است برای سالم؟ این دوستای عزیز لسالم خاصه بله صحیح. در کدام روایت مصدری را که تو آوردی ما اونمو مصدر برات آوردم. نه در کدام روایت شماره چند حدیث مربوط سالم میشه؟ روایتش باشه سعی کنین دوستای عزیز امو سکرین شات را که آورده ما اونمو سکرین شات تا برازی آوردیم. سعی کنین مصدر صحیح مسلم اون روایت نوشته است. روایت نوشته است اونجا. تکمیل کنم. خب روایتش بخوام اونجا نوشته است چندم است؟ باشه دوستای عزیز 1454. بله راوی کی است؟ ام سلمه ام المؤمنین المصدر صحیح مسلم. حدیثی کی بود دوستای عزیز؟ برای اینمی سالم حکمش چی است؟ خاص است دوستای عزیز. اینه دوستای عزیز. بسیار خوب. حالا ببینید دوستان عزیز که ما جهل اینها را و اینکه نمیدانن کتابهایشان را، اینها باز نکردن صحیح مسلم را بجز در این مناظره با من. بفرمایید نصب جان صدایتان را نداریم مایکتان بسته است فکر کنم. وقت شما رسما شروع میشه که تایم کد آقای کاوش را بزنین. خب ببینید بزرگواران همین روایتی را که ایشان آوردن حالا ما برایشان در صحیح مسلم متن کتاب صحیح مسلم میارم و شماره روایت را هم به شما نشان میدم. ایشان جرأت نشان دادن شماره روایت را نکردن. تصویر من را بزرگ کنین لطفا. در این برنامه دیگه به دوستان باید شما را کمی معرفی کنم و این دغل‌بازی ها و دجانزنی های شما را همچنان. ببینید بزرگواران باب 7 شیر دادن به کودک بزرگسال روایت شماره 1453. ببینید همین حدیثی که از در مورد چه کسی صحبت میکردن؟ سهله بنت سهیل. متن عربی روایت کتاب صحیح مسلم. این کتاب از سایت نیست عزیزان، ایشان یک نوشته را آورده بودن که در اونجا استیکر انگشتک داره. این کتاب صحیح مسلم هست. ببینید چی گفته؟ در هیچ جای این حدیث، در هیچ جای این روایت در کتاب صحیح مسلم، این هم حدیث بعدیش، در هیچ جا نگفته که روایت خاص مربوط سالم می باشد. چرا من وقتی میل داشتم و پرسیدم که بزرگوار شما لطفا شماره روایت را بگویید، ایشون جرأت نکردن شماره روایت را بگوین. چرا؟ چون روایتی وجود نداره. در یک روایت صحیح مسلم اینا بیارن که گفته باشه این حکم مخصوص چی کسی است؟ مخصوص سهله و سالم است. ندارن دیگه. این هم کتاب صحیح مسلم. ایشون سایت میارن، من کتاب میارم برایشون. خب باز کنن کتاب صحیح مسلم را، بابش را بیارن. صحیح مسلم صفحه 620 ببخشید صفحه 642 حدیث شماره 1454 1453. در کجا آمده که خاص است؟ اون سایت های عبدالرحمن فاطر اینجا برای ما معرفی میکنی؟
اونهایی را که برایتان در جریان مناظره میفرستن قبل از مناظره چرا شما آمادگی نمیگیرین؟ در جریان مناظره که شما را جاهل معرفی میکنن به ملت. هموطن نازنینم، اینم صحیح مسلمتان در کجا آمده که این حکم خاص است؟ با ترجمه فارسی عزیزان، با ترجمه فارسی، با زبان عربی آورده. هیچ کدام شماره روایت را من از 10 بار پرسان میکنم جرأت نمیکنه که شماره روایت را بگوید، در حالی که من حیث یک بیدین بسان بلبل بر شماره روایت میگم. بفرمایید شماره روایت را از کتاب مثل که من میارم نشان بده به ملت. در اینجا در کجا آمده؟ حالا بعدم میگن که این روایت مخصوص سالم هست. مخصوص سالم بودن روایت، پس چرا عایشه گفته که آیتش در قرآن آمده؟ اون حدیث که تصحیح شده بود. عایشه چرا مردها را نزد چی کسانی میفرستاده؟ نزد خواهرای خود میفرستاده که تا در دهن اونها پستان کنند و بیاین نزد عایشه و عایشه برایشان درس بده. خلوت‌های عایشه با مردهای مؤمن، با مردهای مسلمانان در خانه عایشه چگونه صورت میگرفته؟ پس خلوت‌های مادرت است و خلوت‌های عایشه حالا میگن توحید. نست اینجا اجازه بده، اجازه بده و توهین عرض و توهین و تحقیر من منبع برایشان بخونم که توهین نیست. منبع در صحیح بخاری منبعش هست. از حد ادب اجازه بده کلمه صحبت کنم. من منبع صحیح بخاری میارم. ادبی میکنه ادب امارات کو اگنی دوسیت اینجا نشر میکنم. منبع صحیح بخاری اجازه بده که من منبع بیارم که مادر مؤمنین خلوت نکرده. ادب امارات کو بابا عزیز بزرگوار جای بنوشد در صحیح بخاری اجازه بده که صحبت کنم دیگه. نوبت تو تمام شد. اجازه بده که ما بگیم توهین کردیم. دین صاحب اجازه باندې ګوري پرې دوی خبره تمام شي ځان سره ټول خبره نوٹ کړي او بیا چې توهین کړو بیرته د توهین پر انجام ورته جواب ورکړي. نه د مقدساتو بیا د بی اجازه نه ورکړي چې کله د نوبت راغی به ورته بیرته جواب ورکړه. مهرباني یو دقیقه دلته زه غواړم چې یو خبرې وکړم. کاوش ورور، کاوش عزیز مایکتان چالان کنین، بند شده است پیش من. بفرمایید. یو دقیقه دوستان هم دلته یو خبرې کوم. زمونږ بحث داسې و چې اوس هم په همدا اصول باندې را روان دي چې هر ډول حد کې حرمت، توهین او تحقیر د یو اندېښنې د یو مقدسات منل کېږي نه، او دلته ورور بحث کوو هغه نه کوو، توهین او تحقیر نه کوو. هیچ نوع توهین و تحقیر در بحث پذیرفتن نمی شود. بفرمایین آقای کاوش، وقت شما تمام است. ببینید وقتی ما برای شما اضافه بدید من همین توهینی را که گفتین جواب بدم به این بزرگواران. آقای منیب هم مایک باز کردن. آقای منیب، ما در صحیح بخاری روایت داریم. موضوع بحث کبیر پیش برو. نه شما توهین اجازه بدید من توهین رو یک بار نفی کنم. اجازه بدید لطفا. توهین نیست. نه شما بگید توهین کردم، ما باید ثابت کنیم که من توهین نکردم. اجازه بدید لطفا. توهین کرد، بیادبی کرد. اجازه نمیدن صحیح بخاری را باز کنم دوستان عزیز. فورا این موضوع مردم بعدن حدیث بعد یک دقیقه یک تا حدیث را میگم بعد شما که میگم بدست مادر از این چیز نگفتیم بخوار. عزیز من حالا اجازه بده که ما صحیح نستو جان برنامه را مدیریت کنین لطفا. اجازه نمیدن با ما تهمتشان را اجازه نمیدن. متوجه باش توهین ممنوع است. بحث توهین نکردم. کتاب عایشه خلوت میکرد یا هم از وجه متهمات خلوت میکرد. خلوت مادر مسلمانت میکرد. درباره ام المؤمنین صحبت نکنی. تشکر عزیز من توهین نکردم. حدیث صحیح بخاری هست. تهمینه و حدیث صحیح برات میخوام. حدیث لطفا اجازه بدین که من تهمتتان را رد کنم. اجازه بدین با بزرگواریتان که تهمت کردین میگید. ببینید بزرگواران، ما بیان کردم که ام المؤمنین خلوت میکرد. ما در صحیح بخاری حدیث داریم. نستو جان ما وعده داده بودم که توهین نمیکنم. ما وعده داده بودم به شما. من حیث یک آزاداندیش به وعده استاد هستم و تا جان تا وقتی که جان دارم من این وعده را برای شما دادم که توهین صورت نمیگیره در برنامه. بزرگ
بزرگواران پیامبر اسلام وارد خانه میشه، عایشه را میبینه که با مردی نشسته صحبت میکنه. حتی ما در قالب یک لحظه دوستی دختر اجازه بده که ما تهمتی که کردیم تهمت را پیش من ای جان من خودت پیش من اجازه بده که روایت را بخونم، مثلا روایت را برای ما بفرستیش میکرد با مردم نامحرم که تو داخل شدی. اجازه بده دیگه وقتا خواهرت تخمینه میکرد. تشکر عزیزم، تشکر. ببینیم دوستان اخلاقش را ببینیم، برخوردش را ببینیم. افغان دوا گوری خواهرت تخمینه میکرد. تشکر عزیزم، من با خواهر شما احترام دارم، با خواهرتون توهین نمیکنم. افغان دوا گوری که چیرته یو اعتیاد راځي په دغه لهجه باندې غږیږي که هر ډول توهین کوي دا به د دوی کریکټر د دوی اخلاق ښیي. خو موږ د مسلمان په صفت خو پکار دا دی چې د دوی تر کورنۍ ونه رسیږو. هیله کوم د دوی کورنۍ مه راته کوي. پلار د شیرین آغا په خوله غول خوري، شرط باید کنترل کنید برنامه را. اجاره با پدرم، با خواهرم، با مادرم توهین میکنم. نست این چی کاره؟ بیا لی بیادبی وکړه، بیادبی شروع کړې ده. دا به د دهان پدرت شیرین آقا تو بیادر چتلی بخوری. توهین بند ما کشان را یا ببندیم یا ما برنامه را ترک میکنم و به این توهین ها گوش نمیتونم. من جناب نستو جان، قرارتان همی بود که توهین صورت نگیره، کسی که توهین بگیره داره راه فرار آماده میکنه. برنامه‌تان با خواهر و مادر مردم توهین شد. نستو خاموش از سکوت کرده. جناب نستویی خب خبر کوم ګوري بحث تر دې دمه پورې ډېر سم روان دی. عزیز دل، ببینی وقتی که یک گناه کسی در حدیث جمله برای بشنوید گوش کن نیست و خود توهین نیست در حدیثتان، چرا گوش نمیکنید؟ جناب نستویی خود عدالت نمیشه. نمیدونم چی برنامه‌ای داری میگیری. برادر من میگم توهین و تحقیر از هر دو طرف ممنوع. توهین ما را شما نام بگیرید من حیث مجری برنامه. وقت حدیث هست خود توهین نمیشه عزیز. حدیث از موضوع بیرون نمیبراییم. پس سر اصل موضوع گپ توهین میکنه. شما چرا رقم مایی توهین کردی برادر سودا با و رودا با و حالا اجازه بده که توهین خانوادگی لطفا که با خواهر مادر ما توهین میشه جلو چشمای شما دوستان مسلمان، جلو چشمایتان با خواهر مادر ما توهین اسلامی دارم. جناب نستو باید یک عدالت را رعایت کند. جناب نستو قرارتان از اولی بود که کس توهین کنه پایین من دیسکانکت میکنم، ولی جناب پشت سر هم برنامه را دیسکانکت میکنم. توهین کی دوستان تبریکتان باشه دوستان مسلمان. بله نداشت آخر به بیادبی شروع کرد. چیزی که در حدیث شما هست، شما چیزی که در حدیث شما توهین محسوب میشه براتون، خب در حدیث شماست. شما اینقدر عقل و منطق نداری که ما توهین نکردم. خب اخلاق اسلامی شما همین است. اخلاق است که از قرآن و پیغمبرتان یاد گرفته که به خواهر و مادر مردم توهین کنی. حدیث است برات میگه، داخل حدیث است برات. در حدیث آمده که ام المؤمنین قرائت میکرده. خب باز کن حدیث را دیگه. حدیث داریم ولی دوستان عزیز و ارجمند، برنامه بسیار خوب آغاز شد، خوب پیش رفت و در پایین برنامه موضوع به شیوه دیگه رقم خورد. برنامه به طرف توهین به خانواده یک نفر رفت، توهین به بعضی از دیدگاه ها و نظریات عقیدوی به پیش رفت. ادامه چنین برنامه که توهین و تحقیر باشه ما به هیچ نوع خواهانش نیستیم. بس دوستا این نوع نکنین. بنابراین همون دوستا رو من دوباره بالا میارم به شرطی که توهین بند باشه. دوستا لطفا دوستای عزیز از شما خواهش میکنم لطفا این برنامه رو لایک کرده برین تا به 1.5 میلیون 2 میلیون لایک برسه، به خاطر از اینکه اسکرچ میکنه هیچ نمیفهمیم چی رقم است. من دوستای عزیز همون دوستا رو دوباره بالا میارم.
به شرطی که توهین نباشه، تحقیر نباشه. بس تا فعلا خیلی خوب پیش رفت. برنامه از طرف من کاملا اسکرچ داره. من برنامه را متوقف میکنم، دوباره آغاز میکنم. باز البته